What's going on guys؟ چطورید بچه‌ها؟ فرشاد سالنت هستم. خوش اومدید به یه چالش جذاب و دیدنی و پس از کلی وقت. بچه‌ها چی داری میگی پوریا؟ دارم عداتو در میارم. چطوری پوریا؟ خوبی؟ بعد از کلی وقت چالش داریم، اونم چالش سعی کن نخندی، ولی با یک تفاوت زیبا پوریا جان. من میتونم بخندم. چه جوریه مسابقه؟ چالش مخصوص توه، مثل تو که هست برای من چالش مخصوص میاری، کویز مویز برای من میاری. من برات سعی کن نخندی ویدیوهای خنده‌دار رو بردم، تو از سعی کنی که نخندی. چی میگی؟ چند تا بخندم میبازم. تا 3 بار میتونی بخندی. آقا من یه اعترافی بکنم، واقعا معذرت میخوام هنوز مجازات تو انجام دادم، ولی یه ولاگ دارم میرم بگیرم که خود پوریا هم توش هست، خودش میدونه چیه، ولی خب حالا توی اون ولاگه حتما مجازات پوریا رو تو همون قسمتی که پوریا بهم گفته چیکار بکنم و حتما قول میدم انجام بدم. حالا پوریا پوتک اگه خندید باید تو ماشین توی خیابون، حالا یه جای شلوغ، تا ناف از ماشین بیاد بیرون و یک عربده وحشتناک بزنه. پوریا پوتک میخوای اسمتو داد بزنم؟ آره داد بزن. فرشاد سایلنت عاشقتم، اینجوری باید بگی بلند. قبوله. پس یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب من و چنل پوریا توی دیسکریپشن هست، 100% دارید، همه جا هستیم، بالا میاد. یه ویدیوی مشترکم توی چنل پوریا داریم، حالا یا همزمان با این آپلود شده یا قبل و بعدش آپلود میشه، حتما اونم بریم ببینید. بدون معطلی بزنید ببینیم پوریا چند بار میخنده. Let's go. پاش خانم توضیح میدی در مورد این شیرینی‌ها؟ نه. زیاد خنده‌دار نبود. از آسون شروع می‌کنیم میریم به سخت. پوریا پوتک اوکی. اگر مادرتو دوست داشته باشی حتما مادر همسایه‌ام هم دوست داری، حتما مادر دوستت هم دوست داری. اگر مادرتو دوست داشته باشی حتما مادر همسایه‌ام هم دوست داری، حتما مادر دوستت هم دوست داری. اوکی بخم پوریا پوتک. حاجی این خیابانی واقعا سمه. حاجی خیلی سمه، خیلی سمه. خدا اینو از ما نگیره، واقعا سمه. آره بریم بچه‌ها یه چیز خیلی بانمک، از بیرون قهوه گرفتم، به هم یه بچه قهوه دادن با یه مادر. خیلی سمه عزیز محمدی، حاجی خیلی سمه رضا. یه بچه دادن قهوه با ما یه مادر قهوه. حالا نمیخواست اونجوری بگی ولی منظورش همین بود. به حالت قهوه نباید بگیم، فوشش یه جور دیگه است. آره ب داره نه. یه دونه خندید، 2 تا دیگه میتونه بخنده. ما بگین که چرا باید دست زنا رو بوسیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره باید از یه ذره شروع شد دیگه. اوه میگه بالاخره باید یه جا شروع کرد. یعنی من ندیده بودی اینو؟ حاجی خیلی سمه ویدیوهای من، خدا رو شکر ندیدی. یعنی امیدوارم که تکراری توش نباشه. این چه آدمی بود، از جای بدی ولی خواست شروع کنه. همینو برو. قرار شعر بخونه کاراوکه. زوم میکنی مثلا روزوم کنه، مثلا روزوم کنی. نه زیاد خند. حالا از اولش نبود. تو دیدی کلشو؟ آره از اول نبودین، حیف. اینجا یه دور تر زده. آره بار بعدیه که داره میرینه. حاجی فهمیدی چی شد اصلا؟ نه فقط دیدم یه حرمی توش پر پوله. حرم حضرت ابوالفضل. خب اولش یارو میگه یا امام حسین حاجت همه رو بده، بعد رفیقش میگه این ابوالفضله، پاره میشن خنده. آها میگه یا حسین، بعد این حرم حضرت ابوالفضل دوستش میگه ابوالفضل. خندیدی یا؟ نه به خدا نخندی. خندیدی ولی اوکی باشه، همون یه دونه. دوستان من یه ایده دارم که اگر کسی ایست قلبی کرد شاید بتونه زنده نگهش داره. ما میتونیم مثلا روش زوم کنیم، بوم بوم کنه قلبش که دوباره. عزیز محمدی عاشقتم، دلم هم کلی برات تنگ شده. 2 بار پوریا رو بازوندی تو الان. ایول. آی حاجی این انقدر من عاشق چیزای مسخرم. بیمزه ترین چیزا خنده دار ترین چیزاست، خدا وکیلی. بعد حاجی فیسش هم یه جوری میمیکا رو رعایت میکنه، آدم پاره میشه. خداست 2-0. آقا من دیگه نمیخندم و 3 تاشم دیگه نباید. یعنی یه دونه دیگه میتونی بخندی، ولی 2 تا دیگه بخندی باختی. فهمیدی چی شد؟
آره از این دید که 300 نگاه بار میکنه باخته که بود. ترای اولشه ولی آره. 40 بار افتاد. باخته بود. آره اینجا نماز تو برف دارن میخونن. امام جمعه لیز خورد. من اینو دیده بودم بازم خندم گرفت. حاجی دیده بودی پشم میره سجده همونو میره پایین. حاجی عمدی اینو ساختن خدا وکیلی. قشنگ معلومه عمدی ساختن. اگه عمدی بود اول سجده شوکه میشه. نگاه کن عمدی نیست به خدا. جدی؟ نگاه کن الان تو وسط سجده شوکه میشه سرشو میاره بالا. نگاه چی شد؟ پوریا دیگه نباید بخندی. آشه حاجی اینجوری دیگه من نمیتونم. دیگه نباید بخندی. ماشین مشکی با پلاک حرکت کن حرکت کن. زیاد خنده‌دار نبود. بود پلاکش همش اله میگه لالالالا. حالا که بحث آش شد یه لطیفه زیبای دیگه در مورد آش ساختم. میدونید اگر بخواید آش رشته درست کنید اولین کاری که باید بکنید چیه؟ انتخاب رشته بکنید. میمی که صورتش وقتی میخنده خیلی خوبه. گفتم اینو قطعا میبازم. خیلی سم نبود این حرفش و یعنی میباختیم. تا خورد گفت خوبه ایول همین. ایلیای ما هم این شکلیه. مثلا بهت میگه بیا عقب بیا عقب. عقب اولو فقط باید بری. دوم قطعا میخورد. اینجوری گوزتون رو مخفی کنید. یکم هماهنگ نبود صدا دیر بود. ببین یه چیزی رو میدونی؟ چی؟ میدونی نمیشه همزمان با شاشیدن گوزید واقعی یا؟ اگه تو تا حالا کردی بگو بدونی. چرا برای چی نشه؟ خیلی خوب. حاجی به نظر من نمیشه همزمان گوزید و سرفه کرد. همزمان من رکورد دارم خجالتم نمیکشم. این یارو دیلی داشت. تو میتونی همزمان بزنی؟ آره نمیشه غیر همزمان زد. پس مجازات این باشه که همزمان بگوزی. همه جاشو زده عمل کرده، یعنی کلا ریخته از نو ساخته. بعد استوری گذاشته خدایا چرا منو نمیبینی؟ خدا میبینه ولی نمیشناسه. میگه این کی بود من ساختم چرا یادم نمیاد. حاجی هومن ایرانمنش هم خیلی سمه. یعنی کمدیایی که درست میکنه واقعا خاصه. یعنی اصلا یه شبیهش جایی نیست. هومن ایرانمنش؟ آره اوکی. هومن ایرانمنشه. آره خیلی سمه. خیلی سم. داداش این شورت زنونه است؟ بله. چه قیمته؟ 1,800 توشه؟ حاجی دیده بودی؟ نه تازه این 1,800 مال مثلا دلار. این کلیپ مال دلار مثلا 10-12 تومنه. حاجی واقعا یعنی شورت 1,800؟ آره تا شورت آدیداس بود. سلام عشقا جاتون خالی. به به زندگی لبکری عرق آتیش جان طبیعت جاده چالوس. حالشو بر این آتیش داداش بگیر میکته شراب محمدی کله باسود. اوه 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 اوه. حاجی یاد چیز افتادم جون خدا بیامرز بود. بنده خدا بیامرزه. این مثلا این آقا الان فکر کنم بالای 60 سالشه. چی میشه که یهو میرن تو این داستانه حالت کلیپ‌های خز و خیلتوری؟ ببین اینا که نمیدونن این نوع کلیپا خزه. وقتی میزنه بالا تو شروع میکنی به صادر کردن فیست تو مجازی تا افرادی بیان سمتت. بعد این نمیدونه این نوع ویدیو خزه. آها این الان زده بالا پس. آره زده بالا و قطعا مجرد است. یا کلکل داره با یه سری دوستاش. حاجی ببین چه تتویی داره میزنه. این واقعی نیست حاجی. حاجی این واقعی خسخولم ها. وای داشت میخندیدن ایده ها رو. حاجی خیلی خوب گفتید کسخولم ها. هنم این تتو رو زدم. وای ترسیدم واقعا اگه میزد بود. وای حاجی منم اولین بار دیدم گفتم
مگه میشه همچین چیزی؟ امکان نداره، یارو خرم ماشین نمیکنه این کارو. نظر شما چیه؟ نظر من اینه که من همیشه اگه بخوام روز ازدواج کنم معمولا با کسی ازدواج میکنم که لول زندگیش ازم بالاتر باشه، چون نمیخوام یه بدبختی دیگه من توی بدبختی دیگه. بله اونم طرز فکرش همینه، پسر دیگه میگه منم با یکی ازدواج کنم لولش همسط باشه، حالا بالا همسط باشه، ولی من اگه بخوام ازدواج کنم با کسی ازدواج کنم که لول از زندگی خودم بالاتر باشه. چرا فکر می‌کنی اون آدم میاد شما رو میگیره؟ نه خب نظر شخصی منه کلا. خب به هر حال یه آپشنی باید داشته. حاجی خوب جواب داده، خیلی خوب جواب شده. چی جواب میده هاشی؟ پوریا نمیخوای بخندی چهارمیو؟ نه قصد نکردم، به خدا من جلو خنده‌مو نمیتونم بگم، پارشم میرم. دختره یه عکس گذاشته، یه کلبه وسط جنگل، توش تخت 2 نفره بالاش تور و اینا نوشته من از اینا میخوام. بهش گفتم خب بیا من ببرمت، نوشت خفشو آشغال کثافت بلاکم کرد. خب تو اگر کسیو داری عکس رو بفرست برای همون ببر. راست میگه دیگه. خب ببر. چقدر قشنگ گفت. آره دیگه. ولی اگر بردمه نمیمونم و روی این تخت نمیخوابم و نداری. خندیدم. خندیدی پوریا بودک، خندیدی پوریا. یه ارفاق پوریا پوتک. میریم ادامه میدیم. اگه تونستی بقیه رو نخندی قبول میکنم اینو ازت. اوکی بریم. منظوری که این یه دونه رو بهت ارفاق دادم دیگه نخند. میخواد ادا مسی رو دراره. اوکی. خیلی خوب بود. عجب لاشی بود. میدونستم بعدی ها رو میخندی پوریا. وای این قطعا خندم میگیره. میگه مرسی که گذاشتی بمونم. میگه این چیه؟ میگه کنترل، راحت باش. آجی کنترل نبود، یه چیز دیگه بود. خوبی؟ آی خدا. آجی دیگه جد در جد باختیم. آره 5-6 بار خندیدی. اینو ببین وقتی سکه میشه 30 تومن خواهد زنشو بکشه خوابه. حاجی من اینو دیدم پشمام ریخت. دیده این واقعا قشنگه، واقعا خنده دار بود. خدایی میاد میذاره زیر سرش بالشو. ایدهش خدا بوده این یارو. تموم شد پوریا پوتک. وای اوکی حاجی میرم واسه جیغ میزنم فرشاد سایلنت. حاجی 5-6 شد. فرشاد سایلنت عاشقتمشو باید بگی. باشه میرم تو وسط خیابون ها، همین امروز میرم. همین امروز میری جدی؟ آره میرم برات میفرستم. دمت گرم پوریا، مرسی که اومدی. دمت گرم. بچه‌ها میگم بازم یه ویدیو دیگه هم دوتایی گرفتیم، حالا شاید الان آپلود شده باشه شاید بعد آپلود شه. حتما اونم کانال پوریا ببینید، لینکش توی دیسکریپشن هست این بالا میاد. دمتون گرم. ما رو حمایت کنید دیگه، ساب، کامنت، لایک بهتر کنید، اینستا ما هم فالو کنید. تو کامنت ها هم برام بنویسید که چه چالشایی دوست دارید براتون بگیریم. خیلی دوستتون داریم و به زودی با ویدیوی بعدی میبینیمتون.